امروز 13 январ است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. شعله گلخواجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع را خواهیم داشت. متصدی و یا پولستانی مهاجران توجیه گفتند در ساختمان یکاترینبورگ هر ماه از آنها حق می‌ستانند میان رفت دلیل خود را پیش می‌آورد. وزارت کارهای داخلی شکنجه ساکن شهر نورک را بی‌پایه می‌خواند. یکی از برادران جبر دیده میگوید او را در نزد پسر خردسالش اذیت کردند. خب میکنم الان گوده که بود طرف به پسرم که یا یک همسینفا ما جورم شوخی کردیم و اعتراضگران قرغیز آزادی بازداشت شده های نیزوی اخیر در مرز با تاجیکستان را طلب دارند. بیش از 10 مهاجر تاجیک میگویند چند ماه جانب در بازداشتگاه در کراسنویارسک در شرایط وزنین نگهداری میشوند. این مهاجران به گفته خودشان برای نقض قانونگذاری بودوباش روسیه دستگیر شده بر اساس قرار دادگاه باید اخراج شوند، ولی آنها را رها نمیکنند تا به تاجیکستان برگردند. مولا رجب یوسفی تلاش کرد به این قضیه روشنی اندازد. یک گروه از مهاجران کره تاجیک در روسیه میگویند چند ماه است که آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند و با وجود قرار دادگاه درباره اخراجشان به تاجیکستان آنها را نمیگذارند که به وطن برگردند. اما مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه چنین چیزی را رد کرده گفتند این مهاجران نه ماها بلکه همگی پیش از سال نو بازداشت شدند و مسئله آنها تا آخرین هفته حل خواهد شد. احمد جان رازقوف یکی از این مهاجران با ارسال چند نوار به رادیو آزادی گفت آنها در شرایط خیلی سخت نگهداری می شوند و خود او نزدیک 4 ماه است که در این بازداشتگاه است. این مهاجر گفت دادگاه قرار درباره اخراج او به تاجیکستان را صادر کرده و حجت ها را نیز به دستش شد، اما به گفته این مهاجر بعد بیرون شدن از تالار دادگاه مسئولین اداره مهاجرت روسیه یا فمس او را دوباره بازداشت کرده به بازداشتگاه موقتی آوردند. این برادرمون نه ماشی در خواب دیون اشتگاه نمیجاز حالی زور دارد. دیگه برادر خونه خوبی دیگر بود. همین گونه یک مهاجر دیگر نیز میگوید او چند مدت پیش از زندان آزاد شد، ولی به خاطر گذشتن مهلت شناسنامه‌اش او را مسئولین اداره مهاجرت روسیه بازداشت کرده به این بازداشتگاه آوردند. این مهاجر میگوید با وجود آنکه 1 ماه پیش سفارت تاجیکستان با او سند بازگشت به تاجیکستان را ارسال کرده است، ولی این سند تا حال به دست او نرسیده است و نمیداند که این سند در کجاست تا او به نزد والدینش به تاجیکستان برگردد. این مهاجران به گفته خودشان در ناحیه گولکیفسکی منطقه کراسنودار نگهداری میشوند. مسئولین سفارت تاجیکستان در روسیه بعد از تحقیق موضوع به رادیو آزادی گفتند شکایت این مهاجران بی اساس است. بختیار سنگینوف یک مسئول سفارت تاجیکستان در روسیه روز 13 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت این مهاجران که همگی تعدادشان 7 نفر می باشد یک قسم پیش از سال نو و باقی مانده بعد از سال نو برای نقض قانون بودوباش روسیه بازداشت شدند. با گفته این مسئول سفارت تاجیکستان آنها این موضوع را از نزدیک پیگیری دارند و مسئله مهاجران تا آخر هفته حل خواهد شد. هر هفته ده ها مهاجر تاجیک در روسیه با سبب نداشتن سند کاری و یا نقض قانون بودوباش روسیه بازداشت میشوند. تا انجام تفتیشات آنها را در بازداشتگاه نگاه می‌دارند و بعداً با قرار دادگاه از این کشور اخراج می‌کنند. قبلا شکایت مهاجران از شرایط نگهداری بازداشتگاه‌ها در روسیه بارها صدا داده است. در 5 سال اخیر بیش از 200,000 شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شده و راه آنها به این کشور به مهلت از 3 تا 5 سال بسته شده است. در گذشته مقامات تاجیک گفته بودند تلاش دارند تا روسیه این گروه مهاجران را عفو کند تا آنها توانند برای کار دوباره به این کشور برگردند. مولا رجب یوسفی، افسانه یکابرشاه، آزادی دوشنبه. در ادامه نیز از مشکلات مهاجران میگوییم. تقریبا 2 هفته پیش ما در رادیو آزادی گزارش داشتیم که در آن مهاجران تاجیک از شخصیتانی هموطنان خود در بازار فودسیتی قصه کردند. بعد پخش این مطلب از گوشه های دیگر روسیه نیز به همین مانند شکایت ها وارد شدند. به فرق از مسکو در یکاترینبورگ از معاش مهاجران که در ساختمان کار کردند ماهی 10% را می‌ستانیدند. همکارم عبدالله شوروف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که شکایت مهاجران از یکاترینبورگ روسیه از چیست؟
سلام شهلا. با رادیوی آزادی یک گروه مهاجران که در شرکت اتمستروی کمپلکس یکاترینبورگ کار میکردند شکایت کردند که یک تاجیک میانه رو از آنها 10% معاش ماهانه‌شان را مصادره میکند. ما با 3 نفر از این مهاجران هم صحبت شدیم و آنها میگویند که شخص با نام حاجی سبحان رحیموف کارت‌های بانکی آنها را که در آن معاششان میگذرد مصادره کرده 10% معاش را همچون حق خدمت خود میستاند. همصحبتان ما میگوید آنها در هوای سرد یکاترینبورگ در بینای بلند آشانه بتون میریزند، ارماتور را وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به جیب کسی دیگر میرود. یک نفر از همصحبتان ما گفت که او به چنین شرایط راضی نشد و شرکت او را از کار راند. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتمستروی کمپلکس تنها با رضاگی حاجی سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمی شود. خب عبدالله، خودی حاجی سبحان رحیموف در این باره چی میگوید؟ آیا امکان داشت که با هم صحبت کنید؟ بله شهلا، حاجی سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا 10% معاش مهاجران را او میگیرد، اما این با رضایت خود مهاجران صورت میگیرد. به گفته او رحیموف گفت که او 20 سال است در شرکت اتمستروی کمپلکس کار میکند و او حالا رسما مسئولی کارمندان خارجی این شرکت است. او گفت بر عوض این 10% معاش او همه سندهای مهاجران را درست میکند، پول پتنت را پرداخته نظارت میکند که مهاجران از جهت حقوقی مشکل نداشته باشند و کارشان را ادامه دهند. و بچه‌ای که می‌بینم، بچه‌ای که پیش ما می‌بینم، بچه کارگروی ما اتویشون می‌بینم نه پولی پتنت دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شامپولی دارن. همین چیزا ما به گردن می‌گیرم. تو اولی گرفتنشه ما این پولی پتنتشو می‌دیم، پولی مکانیکشو می‌دیم، پولی پراکتیکاشو می‌دیم. همیشه همین رسوده ما به گردن می‌گیرم. اون شخص افور میشه از کل کار می‌کنه با شگری و برازگی یکدیگر کردی. اتوستروم کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در روسیه است که جزو از روساتم شرکت دولتی هسته‌ای روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در شهر یکاترینبورگ حدود 1000 نفر مهاجران کره تاجیک کار میکنند، اما حاجی سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 نفر تاجیکان کار میکنند و در فصل تابستان شماره آنها کمی بیشتر میشود. البته نظر طرف‌ها رو شنیدیم. در این بحث حق به جانب کیست؟ حواله انصاف و وجدانشون میکنیم. تشکر عبدالله برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. 2 ساکن شهر نورک برادران نبی فو میگویند از روی قضیه شکنجه شدنشان آنها را به دادستانی دعوت کرده و بیانات گرفتند. به گفته این 2 نفر آنها در عرفه سال نو از طرف ماموران میلیسا دستگیر و بیرحمانه لطوکوب شدند. نسبت برادر دیگری آنها پرونده جنایتی باز شده است. وزارت کارهای داخلی اخیراً با یک اطلاعیه رسمی به ادعای این خانواده واکنش نشان داد. زرانگیز نوروشو و شهلای عبدالله با یکی از جبریده ها صحبت کردند که به رادیو آزادی آمد اما نخواست چهرهش نشان داده شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر یک واکنش دعوای مادری را که از شکنجه شدن فرزندانش از جانب ماموران میلیسا شکایت میکرد به اساس خواند. وزارت در سامانه رسمیش خبر داد که پرویز نبیف هنگام فروش مواد مخدر بازداشت و نسبتش پرونده باز شده است و ادعای مادری او در مورد شکنجه شدن پسرش در رسانه‌ها یگان اساس قانونی ندارد. این در حالی است که دادستانی ناحیه فردوسی از روی شکایت بیبی جان نظر و سنجش را آغاز کرده است. در تاک ماندن. قبلا بیبی جان نظر و یک ساکن شهر نورک بر رادیوی آزادی از بازداشت و شکنجه شدن 3 پسرش در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی 2 شکایت کرده بود. اما در واکنش وزارت کارهای داخلی درباره شکنجه شدن یا نشدن 2 پسر دیگری این مادر دقیق چیزی گفته نشده است. آرزو نبیوف یکی از این برادران میگوید میلیساها او را از کوچه بازداشت کرده بردند و چند ساعتی اول اصلا نمیدونست که چرا دستگیر شده است. نمیمونن گپ زنید، نمیدونید چی گپه. این میبندن نروشنی قطعی میزنند، میره با فوق میزنید، در زمین بلود میبرویند، همون سرد میکشند، در زمین میبرند، تورد میبرویند. به این ترتیب به ادعای این جوان آنها را در شعبه کارهای داخلی چند ساعت لطوکوب و مجبور کردند متنی را که برایشان داده می شود از یاد و در نوار تکرار کنند. بود در ویدیو وای کرد که ما وای افتیم. حاضر دونو تبلیغ که کلیوسی گفتم اگر تو برومادی یگون وای کردی من امیر نشون میتم میگیرم محکمت میکنم.
орзу мегӯяд он рӯз писари 6 солааш ҳам ки бо ваъдаи тамошои сирк аз норак ба душанбе оварда буд шоҳиди латукуби падар ва ҳарфҳои қабеҳи кормандони пулис шудааст. писарам хатим ки гуфтам ака накунед гудак метарса чӣ гапа бес бифаҳмонем кем задеса хаб ма гуфтам малиш гудак натарса хаб мекунам малами гудака бу тараб ба писарам ки як ҳамсинфома ҷурама шӯхӣ кардем ба гуфтаи бибиҷон Назарова модари Орзу ду писараш пас аз 1 ва 2 рӯзи боздошту бозпурсӣ раҳо шуданд. Ин модар мегӯяд пас аз раҳо шудан ҳоли писараш Орзу бад буд ва ӯро ба беморхона бурданд. дар ташхиси тиббие ки Орзу дар даст дорад навишта шудааст ки ӯ аз косахона ва майнаи сар осеб хӯрда аз ноҳияи фарқу чакка болои бинӣ пешона ва рухсора лат хӯрдааст. бибиҷон Назарова бо иддаои шиканҷа шудани фарзандонаш ба додситонии ноҳияи Фирдавсӣ ва эътилофи созмонҳои зидди шиканҷа шикоят бурд. қаблан дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Фирдавсӣ иддаои ин модар ва фарзандони ӯро дар бораи шиканҷа шудан рад карданд ва ба Радиои Озодӣ гуфтанд ду бародари Парвиз Набиевро танҳо ҳамчун гумонбар барои бозпурсӣ оварда ва баъдан раҳо кардаанд. эътилофи созмонҳои зидди шиканҷа дар пайи муроҷиати бибиҷон Назарова барои ҳимояи фарзандони ӯ дар додгоҳ ва расонидани кӯмаки ҳуқуқӣ изҳори омодагӣ кардааст. барномаи хабариро идома медиҳем. идея сокинони шаҳри Бишкек рӯзи 13 январ дар назди бинои парлумони Қирғизистон ҷамъ шуда озодии 4 нафареро талаб карданд ки дар ҷараёни таниши ахири марзӣ бо Тоҷикистон дар вилояти Бодканд дастгир шуданд. иқдоми эътирозиро созмони ҷамъияти Марс ташкил кард. ташкилкунандагон гуфтанд полис касонеро боздошт кардааст ки зидди фитнаангезии шаҳрвандони Тоҷикистон садо баланд намуданд. шаби 10 январ дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон низо сар зад. он шаб садои тир шунида шуда сокинони назди марзӣ сӯи мошинҳои якдигар сангпартоӣ карданд. ба иттилои мақомоти қудратӣ 4 сокини Қирғизистон ба далели иғвогарӣ боздошт шуданд. султони нави Омон ваъда дод ки сиёсатҳои раҳбари пешини кишвар Султон Қобусро идома медиҳад. Султон Ҳайсам бин Ториқ Оли Саидро ки вазири фарҳанги Омон буд, Султон Қобус вориси хеш хондааст. Каймарсиятто мавзӯъро идома медиҳад. روز شنبه سلطان نوی عمان حیثم بن طارق آل سعید سوگند یاد نمود و وعده داد که این کشور ساحل خلیج عرب حمایت از منفعت مردم، آزادی های شهروندی، امنیت کشور و تمامیت ارضی آن را دوام می‌دهد. در پیامی که تلویزیون عمان نمایش داد، حاکم نوی این کشور ابراز داشت که سیاست همزیستی آسایشته با تمام ممالک روی عالم و حسن همجواری کشور تغییر نخواهد یافت. سلطان عمان به زحمت‌های حاکمی پیشتر این کشور که در طول نزدیک به 50 سال ساخت معاصر دولت عمان را پایه‌گذاری کرده است، بهای بلند داد. حضرت صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعید بن تیمور رحمه الله. سلطان قابوس بن سعید بن تیمور خدا رحمتش کند. با این سخنرانی نمیتوان عادلانه دستاوردهای این انسان را قدردانی کرد. او بنیادگذار این کشور معاصر است که هم از طرف منقدان و هم از طرف مردم به وجد آمده تقدیر شده است. او لحظه تاریخی را پایه گذاشته است که در نظام حقوقی حمایت مردم و بنیاد آینده است که مردم در آرزوی آن بوده است. سلطان حیثم بن طارق آل سعید جانی سلطان قابوس است که روز جمعه گذشته در 79 سالگی درگذشت. به نوشته خبرگزاری ریترز، سلطان قابوس سال 1972 در نتیجه یک تبادلات خونین با کمک مستملکه‌دار پیشین عمان بریتانیا سر قدرت آمده بود. او فرزند نداشت. سلطان حیثم زمان قدرت را در عمان به دست می‌گیرد که کشور با میزان بلند بیکاری روبروست و از طرف دیگر تشنج میان ایران و امریکا و متفقش عربستان سعودی به اوج رسیده است. ва раҳбари минтақаи ҷудои хоҳи Абхазистони Гурҷистон Раҳул Хаҷимба дар пайи эътирозҳои 4 дар шаҳри Сухуми ба истеъфо рафт. аризаи истеъфои Хаҷимба шоми рӯзи якшанбе 12 январ дар майдони раисаҷумҳурии Абхазистон дар назди эътирозгарон ироа шуд. раиси парламенти Абхазистон Валерий Кварча тасдиқ кард ки Хаҷимба ба истеъфо рафт.
بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار گزارش‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس میباشند. صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظر میشویم. تا آن دم خدا نگهدارتان باشد. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.